موهامو یه جوری بافتم که مثلا بازش کنم فرشه، ولی خب نمیدونم که قراره چه شکلی شه. اینطوری. حالا اگه خوب فر شد حتما ویدیوشو میذارم. این از موهام که این شکلی شد، ولی در کل فکر میکنم که موهام خوب شدش، بد نیست. و دوباره اومدم بیرون چون که میخواستم در مورد آرامش و خوشحالی و زندگی خوب باتون صحبت بکنم که همه اینا به مهاجرت کردن و نکردن هم ختم میشه. میدونی یه تایمی بود که خیلی قصه میخوردم از اینکه چرا من انقدر عقبم. همش احساس میکردم که نسبت به همسنای خودم عقب‌ترم. خب به خاطر اون حس سعی کردم خودم رو تغییر بدم، سعی کردم که زندگی بهتری برای خودم بسازم و تونستم جلو بیفتم. حتی از همسنای خودم هم خیلی جلوتر حتی افتادم. البته از همشون که نمیشه گفت، از خیلیاشون. آره از خیلیا، ولی نمیشه گفت الان خیلی خوشحالم. هنوزم اونقدر خوشحال نیستم. اوکی اما ولی خیلی همچین خوشحال نیستم. درست اون موقعیتی هم که به همه آرزوام رسیدم. یعنی میتونم بگم یکی دو تاشو تیک نزدم، خیلی هاشو تیک زدم. به خودم افتخار میکنم، ولی دیگه واسم مهم نیست که فقط موفق شم. دوست دارم از زندگیم هم لذت ببرم و اگه بخوام یه نصیحتی بکنم به یه نوجوان اینه که همه چیز به موقعش اتفاق میفته. سعی کن علاوه بر این که به آیندت فکر میکنی توی حال زندگی کنی، لذت ببری از زندگیت. چند سال پیش فکر میکردم که اگه حتما مهاجرت کنم یا اینکه حتما توی زندگیم به یه جایگاه خاص برسم. من همیشه دوست داشتم که یه معمار خیلی 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 خوب شم و فکر میکردم که اگه به این جایگاه ها برسم دیگه تمومه. به نظرم اگه میخواین وسایل آرایش بگیرید از همین مترویی بگیرید، خیلی خوبه. هم تقریبا ارزونه و همین که میتونید جنسای اصلا پیدا کنید.